هر بچه که تو کره شمالی به دنیا میاد، اما همین که به دنیا میاد، او را یک خائن معصوم اعلام می‌کند. در کره شمالی قوانینی وجود داره که هیچ جای دنیا نیست. مثلا در کره شمالی انتخابات برگزار میشه و تنها یک نامزد وجود دارد. اگر کسی رأی ندهد، مستقیما میره زندان. همچنین فقط یک کانال تلویزیونی وجود دارد و هیچ گزینه دیگری برای تماشا کردن وجود ندارد. کره شمالی شاید تنها کشوری باشد که حتی بدون ارتکاب قتل، سرقت یا دیگر جرایم با اندک سرپیچی از قوانین کشور میتوان به زندان رفت. در دوران جنگ جهانی دوم کشور کره به دو بخش تقسیم شد. کره شمالی زیر سایه کمونیسم، کره جنوبی زیر نفوذ آمریکا. در سال 1948 کیم ایل سونگ به عنوان رهبر کره شمالی انتخاب شد و کشور به نام جمهوری دموکراتیک خلق کره نامگذاری گردید. در سال 1950 جنگی بین کره شمالی و کره جنوبی رخ داد که به جنگ کره مشهور شد. این جنگ به پایان رسید، اما تا امروز روابط دو کشور پرتنش باقی مانده است. قدرت در کره شمالی در اختیار تنها یک خانواده است. رهبر اول کیم ایل سونگ، سپس پسرش کیم جونگ ایل و بعد نوه‌اش کیم جونگ اون. در دوران هر رهبر قوانین متفاوت بوده و هر رهبر جدید قوانین را سخت‌تر کرده است. من امروز برخی از این قوانین را به شما معرفی می‌کنیم. در سال 2024 استفاده از عینک آفتابی و لباس عروسی ممنوع اعلام شد. در ایستگاه‌های مترو به جای موسیقی سخنرانی‌های خانواده کیم پخش می‌شود. مردم اجازه صحبت با یکدیگر یا ایجاد اختلال ندارند. تماشای سریال یا فیلم‌های کره جنوبی جرم است و ممکن است به کار اجباری یا مجازات شدید منجر شود. اینترنت در کره شمالی وجود ندارد. مردم از یک شبکه ملی استفاده می‌کنند که همه فعالیت‌های آنها را تحت نظر دارد. سفر بین استان‌ها بدون اجازه رسمی ممنوع است و پاسپورت فقط برای خانواده کیم و مقامات بلندپایه صادر می‌شود. مردم عادی حق خروج از کشور را ندارند. هر گونه مخالفت با دولت، حتی حرف زدن علیه آن، نه تنها خود فرد بلکه اعضای خانواده‌اش را نیز در معرض زندان قرار می‌دهد. مجازات ممکن است تا 3 نسل ادامه داشته باشد. در زمینه زندگی روزمره نیز محدودیت‌های بسیاری وجود دارد. موها فقط طبق مدل‌های رسمی دولت قابل کوتاه شدن هستند. بسیاری از لباس‌ها از جمله شلوار جین، رنگ کردن موها و لباس‌های یقه‌دار ممنوع است. اگر کسی خلاف کند، همه دارایی‌هایش ضبط و مجازات می‌شود. غذاهای خارجی مانند هات داگ یا غذاهای کره جنوبی جرم محسوب می‌شوند. داشتن پلاک برای دوچرخه‌ها الزامی است و قبل از گرفتن گواهی دوچرخه سواری تست گرفته می‌شود و مدارک رسمی صادر می‌شود.